امروز میخوام شیرینی تر برشی نرم و پنبه‌ای بهتون آموزش بدم که درست کردنش خیلی راحته. ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ‌ها رو از هم جدا میکنیم. 3 قاشق غذاخوری شکر رو به سفیده ها اضافه میکنیم. نصف قاشق چایخوری وانیل، 3 قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق غذاخوری عسل رو به زرده ها اضافه میکنیم. بعد سفیده ها رو انقدر هم میزنیم تا به این شکل فرم بگیره و داخل یخچال میذاریم. زرده ها رو انقدر هم میزنیم تا کرم رنگ بشه. بعد زرده ها رو به سفیده اضافه میکنیم و به حالت آروم و دورانی هم میزنیم. 3 قاشق غذاخوری شیر، 3 قاشق غذاخوری آب جوش و 3 قاشق غذاخوری روغن مایع و 1 قاشق غذاخوری سرخالی بیکینگ پودر و آرد رو به مواد اضافه میکنیم و آروم و دورانی هم میزنیم تا با هم مخلوط بشن. داخل سینی کاغذ روغنی میندازیم و مواد رو داخلش میریزیم و صاف میکنیم و میذاریم داخل فرن با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه تا بپزه. و دوباره بقیه مواد رو میریزیم و صاف میکنیم و میذاریم داخل فرن با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه تا بپزه. و وقتی که سرد شد به راحتی کاغذ روغنی رو ازش جدا میکنیم. بعد خامه قنادی رو با خامه صبحانه، 2 قاشق غذاخوری پنیر خامه‌ای، وانیل و شکر با هم مخلوط میکنیم و هم میزنیم تا فرم بگیره. بعد 1 لایه خامه رو میریزیم و صاف میکنیم. بعد موزها رو میچینیم. بعد پودر کاکائو رنده شده رو میریزیم و دوباره خامه میریزیم و صاف میکنیم و در آخر 1 لایه کیک رو میذاریم. 1 ساعت داخل یخچال میذاریم و بعدش برش میدیم. نوش جان.